شب قبل از شهادتشم سوره انفال آیه 17 اومد که و ما مؤمنان را به پیامد خوشی می‌آزماییم. شهادت پیامد خوشیه ولی زجرآوره، خیلی زجرآور و دردناکه برای اونایی که میمونن. دقیقا تمام لحظات حسش میکنم کنار خودم، بوش رو حتی میشنوم، ولی چون با این چشم خاکیم نمیتونم ببینمش یا صدای نازش رو بشنوم. خیلی آزار میده. خاکو میبوسیدم، میریختم روش، میگفتم تا ابد همسر من از طرف من ببوس. به خاکش گفتم تو چقدر از من خوشبخت